қироати шоҳасари аллома бобоҷон ғафуров, тоҷикон. таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нав. гуфтори 46. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. خلق‌های آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. چطوری در بالا ذکر کرده بودیم، در افراسیاب هم خانه کلان آشکار گردید که صورتهای عالی جناب دارد. در یکی از دیوارها صورت رواقی هست که در بالای آن مردان و زنان بسیاری نشستند. دیگر تالار تشریفات وسعتش 11 بر 11 متر یکی از خانه های مرکزی قصر می باشد. در دیوار شرقی این خانه صورتی یافت شد که مضموناً به آب علاقه دارد. موجهای کبود کشیده شده اند و روی آن آدمان و پرندگان و ماهیان شنا می کنند. در دیوار جنوبی قافله تصویر شده است که به طرف قصر می رود و در صحن قصر نیز مردمی بسیاری ایستادند. خود قافله اثری مکملی صنعتی تصویری می باشد و در آن آدمانی عکس یافتند که سواری فیل، اشتر و اسبها پیش می روند. از همه پیش فیلی سفید می رود و در تخت روانی بالای فیل کدام یک بایزنی نشسته است که احتمال شاه دختر یا ملیکه باشد. در صغری فیل در پشت تخت روان کنیزک شاه دختر تصویر یافته است. از پس فیل 3 زنی اسب سوار می نمایند. در دست یکی از آنها چنین عباره مختصر به زبان سغدی ثبت شده است: اقربای ملیکه. از پس آنها 2 مردی مسلح شتر سوار می روند که در دست چوب دستی سلطنت دارند. باز 4 پرنده سفید انعکاس شده است که آنها را 2 مردی دهان بسته گرفته می روند و نهایت باز یک سواری به نظر می رسد که نسبت به دیگران 2 برابر کلانتر کشیده شده است. شاید که این مراسمی عروس بیارانی سفیر باشد. دختری فیل سوار عروس و مردی از همه کلان کشیده شده سرداری سفارت. در دیواری دیگر لوحه قبول سفیران تصویر شده است و سفیران نمایندگان قوم و طایفه های گوناگون می باشند. در بری جامعه یکی از سفیران متنی سغدی هست که از سفارت چغانیان بودنش خبر می دهد. این صورتهای افراسیاب محصول رنج دستی رسامان و نقاشان پایتخت بوده اثرهای مکمل و عالی درجه صنعت می باشد. آنها نهایت زیبا و نظر ربا کشیده شده، اساساً رنگهای بلند و روشن و گوناگون تابیش به کار رفته است. پاره از این صورتها در لفافه مقاوه کتاب آورده شده است. رسمهای روی دیواری سوخت نه فقط چون آثاری دوره خود اهمیت دارند. ما در بالا گفته بودیم که آنها باز چگونه اهمیت دارند. اصلش را گیریم. این صورتها انسیکلوپدیای حیات و افکار سغدیان می باشند. گرچند تمام جبهه های حیات را فرا نگیرند هم انسیکلوپدیای حقیقی می باشند. البته باید در نظر داشت که زبان این انسیکلوپدیا ابرزهای بدیعی می باشد و توضیح یگانه و بحث ناپذیر این زبان کاری آسان نیست.
از یافت شدن اولین صورت‌های روی دیواری پنجکین دیری نگذشته، دیاکنف عقیده اظهار نمود که اهمیت این رسم‌ها از دایره مدنیتی سوخت و عموماً آسیای میانه بیرون می‌رود. و درست تخمین کرد که اکنون در صنعت ترکستان شرقی جریان آسیای میانگی را آشکار کردن ممکن است. بعضی آثارهای مدنیت ترکستان شرقی را در آخرهای عصر 19 و اولهای 20 اکسپدیسیه‌های ارخئولوگ‌های روس، نیمیس، فرانسوی، انگلیس و ژاپن یافته بودند و برای معین کردن زمان پیدایش بعضی گروه‌های علاهیده آنها امکان پیدا می شود، حالان که تا به حال زمان پیدایش آنها اساساً تخمینی و عمومی مقرر کرده می شد. خود دیاکنف به چند عنصرهای سغدی و آسیای میانگی صنعت ترکستان شرقی اشارت کرد. تحقیقات عالم ایتالیا بوسالی نیز جالب دقت و باوری بخش است که به مسئله به صنعت ترکستان شرقی زیاده از این به صنعت تمام آسیای مرکزی تأثیر رساندن صنعت آسیای میانه را خیلی عمیق تحقیق نموده است. ولی باید اعتراف کرد که عالمان فقط به آستانه این موضوع عجیب و نجیب قدم نهادند و عرصه مهنت در اینجا کنار ندارد. هیکل تراشی، صنعت موسیقی و رقصی. در صنعت سوخت در برابر رسامی، هیکل تراشی هم مقامی مهم داشت. مصالح هیکل سازی گیل، گچ و چوب بود. در پنجکین هیکل عظیمی گیلی یافت شد. این هیکل زمان ایوان معبد را آرامی داده است. در این ایوان ازاره یافت شد که قریب 8 متر درازی داشت. مضمون نقش این ازاره تصویری فانتاستیکی منظره دریا می باشد. زمینه نقش خطهای شکسته برجهیده است که موج دریا را افاده می نماید و در بالای همین خطهای موجی با اصول مقرنسی برجهیده حیوان و ماهی‌های عجایب و مخلوقات آدم سیما تصویر یافتند. در یکی از دیوارها در مابین مخلوق آدم سیمای نقش یافته است که از آب برآمده ایستاده است. تمام ماهیان و مخلوقات غرایب به طرف همین مخلوق آدم سیما شنا می کنند. در نقش ازاره دیواری سیوم در مابین مخلوق آدم بشری هست که از دو دومی به هم پیچیده عبارت می باشد. در همین جا چند اژدها می نماید که دهان خود را کلان گشاده ایستادند. چنین عقیده بیلینیتسکی قابل قبول که این نقش مقرنس و جانوران آن تجسم عالم آب، انیخترش تجسم زرفشان می باشد. آن را یونانیان پلیتیمیت یعنی پر اعزاز و سغدیان نامیق یعنی نامدار می نامیدند. در پنجکین این چنین هیکل‌های خوشنمای چوبی هم وجود داشتند. این هیکل رقاصه ها می باشد که به اندازه از 4-3 قسم تنه آدمی ساخته شده. رقاصه ها از میان بالا لوچ بوده در عین حرکت های مرکب ترین رقص تصویر یافتند. آنها دستی چپ را به میان مانده، پای راست را قطع کرده، از بالای پای چپ که راست است به طرف چپ دراز کرده ایستادند. شده و خلخال های زیاد و شلوار عجایب دختی مهین و نازک به قامت رسا و بالای رقاصه باز یک حسنی بر زیادی می بخشد. هیکل های رقاصه های پنجکین مجسمه آن معجزه کارانی می باشد که اجنبیان آنها را گردبادی گشت دختر می نامیدند.
رقاصه های چاچ، قماد، کیش، میمرغ، علال خصوص رقاصه های سمرقند نهایت مشهور بودند. پیراهنی حریری، شیرازه هایش زردوزی گلابی، شلوارهای بی قصب نیل رنگ و کفشهای قرمزی کیمختی به قامتی رسا و دلبری آنها چنان قایم و شینم می افتد که بیننده از حسن آنها در حیرت می ماند. رقص آنها بعضن در بالای توپ اجرا می شد و چنان با سرعت و تیز و شوخ بود که بیننده مفتون می گردید. وقتی رقص به اوج خود می رسید، رقاصه پیراهنی خود را کشیده می پرتافت و از میان بالا لوچ می شد و این تأثیری رقص را نهایت زور می کرد. حرکتی رقاصه چنان تیز بود که شاعر شماریده است باز اندکی سرعت گیرد رقاصه مثل پاره ابری به آسمان می پرد و به آفتاب می رسد. رقاصه های پنجکین شاید در همین گونه اوج رقص تجسم یافتند. مردمی سوخت و ناحیه های اطراف آن نه فقط در مدنیت رقص بلکه در صنعت موسیقی هم شهرت داشتند. نام دهها اسباب های موسیقی تا به ما رسیدند که در بخارا معمول بوده است. بسیار نوای و آهنگ و مقام های گوش نواز ایجاد گردیدند. بعضی آنها را یک خوان و یک نوازان و بعضی آنها را دسته نوازندگان و حافظان اجرا می کردند. بخارا اینچنین با ارتستان خود مشهور بود. تئاتر لختک ها عصر هفت محض از آسیای میانه به خطای گذشته است. ولی برمی گردیم باز به سری چوب های کندکاری پنجکین، نقش های اسلامی و گردابی عرقه امارت ها را زینت می داد. ستون و بالارها نیز کندکاری کرده می شد. اکثر نقش های کندکاری چوب بسا پیچ در پیچ و مرکب بود و آدمان در چارچوبه و یا درون نیم دایره گرفته می شد. مثلا در داخل چارچوبه یا نیم دایره طرح آدمی در تخت نشسته و یا سرداری سواری عرابه جنگی و غیره تصویر کرده می شد. در این نقش ها عنعنه صنعت کوشانیان بر اعلی به نظر می رسد. در قصر ورخشه بسیار دیوارهایی با گچ انداوه شده هستند که با نقش‌های مرکب فرا گرفته شدند. اول دیوار با قبط تنوکی از 1.5 تا 20 سانتی متر گچ انداوه شده، بعد خشک شدن در آن گل می برآوردند. مضمون نقش گوناگون بود. بعضن این نقش عادی ارچه، بعضن قطاری 3 کنجه و 4 کنجه های عادی و غیره بود که به هم پیچیده نمودی را پیدا می کردند. 4 کنجه های گلندرون، ستاره گلها، ترکیب و پیچاپیچ نقش های نباتی و گیامتری همه متناسب به هم ترکیب یافته اندرون دایره ها متحد کرده می شدند. نقش نباتی علال خصوص برگ و نوده تاک بسیار دچار می شود. در لمحه هایی که از افتکار منظره طبیعت را انعکاس می نمایند، درختان تنه‌شان نهایت قفسی 2-3 متره به نظر می رسند که برگ و شاخه های آنها نهایت روشن و دقیق و با حوصله کشیده شده اند و حتی گرمی شاخه ها نقص نمایان است. در این لمحه ها اینچنین حوضها هم هستند که در آن ماهیان شنا می کنند. در زمینه انا همین گونه منظره ها لمحه های زیاد زندگی تصویر یافتند که در آن حیوان و انسان و در رندگان و پرندگان شرکت دارند. اینچنین منظره های صید گورخر، گراز و آهو نیز تصویر شده است. اندازه رسمی سواران قریب به اندازه حقیقی سوار برابر بود. بعضی اسبها بالدار کشیده شدند. مخلوقات افسانوی هم خیلی بسیار
علل خصوص صورتی زنی که به صورتی پرنده کشیده شده است جالب دقت می باشد. در آمدی گپ گفتن لازم که آبرزی این گونه زنانی پرنده سیما در اشیای دوره‌های ثانی هنرمندان آسیای میانه بسیار وامی خورد و حتی آن را در ایام ما دیدن ممکن. تا به قریبی این خیلی نقش را در ناسکدوهای سمرقند حکاکی می کردند. صنعت گوناگون مضمون و گوناگون مندریجه کندکاری بسا نو و تازه و ظریف و لطیف بودن آن به اندازه خاصیت عمومی دارند و جزئیات آن به تفصیل تصویر کردن نشده است که این حالت خصوصیت منومنتالی داشتنی تمام آن صنعت را خیلی روشن تأکید کرده است. خلق‌های آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. خط سوغدی و در بالا گفته گذاشتیم خط سوغدی از خط آرامی برمی آید. در آن دوره‌ای که الحال موردی نظر است خط سوغدی خط کرسیو بود. عادتاً در عملیه 18-19 حرف الفبا به کار می رفت و بعضی کلمه ها با ایدئوگرام افاده کرده می شد. سال 1965 در ارک پنجکین ارخیولوگ اسحاقف باری نخست در تاریخ الفبای سوغدی را یافت. در تنه خومی حرفها و مشق خط ثبت شده بود. الفبا 28 حرف دارد که آن تمام حرفهای الفبای آرامی است و حتی آن حرفهایی نیز هستند که عملاً استفاده نمی شدند. انا اکنون معلوم شد که چرا سیواند زن از 20 اندک زیاد گفته است و 18-19 حرف نگفته است که آن عملاً به کار می رفت. و این معلومات را از یگان سوغدی با سواد گرفته بوده است و این سوغدی به وی شماره اصلی یعنی گفتن ممکن شماره نظریوی حرف ها را خبر داده است که هر یک آدمی سوادناک آن دوره می دانست. خط سوغدی در ناحیه های گوناگون آسیای میانه هر خیل بود. مثلا خط سوغدی سمرقند فرق داشت. آثار خط سوغدی پیش از همه در ترکستان شرقی یافت شد. این آثار با حروفات سوریانی، مانی و باز به حروفات نوعی سیوم نوشته شدند که آن عیناً مثل حروفات اویغوری نباشد هم به آن اندک شباهت دارد. همه این متنها با یک زبان انشا شدند. در بعضی متنها اصطلاح تقویم هست و آن با اصطلاح تقویم که بیرونی در آثار البقیه خود سوغدی نامیده است عینیت دارد. همه این امکان داد مقرر شود که زبانی متنهای مذکور زبانی سوغدی و آن حروفات نوع سیوم حروفات اصلی سوغدی می باشد. متریال های زبان یغنابی امکان داد که این متنها خوانده شود. اولین معلومات درباره زبان یغنابی بعدی به یغناب سفر کردن شرقشناس روس کون و همراه وی ملا عبدالرحمن نام مردی تاجیک به دست آمد. من بعد درباره این زبان اکیم بیتف، کول، مالیتسکی، زالیمن و دیگران معلومات جمع کردند. از جمله عالمان سویتی که در خود یغناب زبان یغنابی را تدقیق کرده اند اندریف و پیشرو، کریمچیتسکی و خیتاگوروف، بگلیوبوف و خروموف را نامبر کردند در کار. به یغناب زبانشناسان خارجه گاتوا و یونکر هم آمده رفتند. این چنین نام ایرانشناسی نیمیس گیگر و عالم فرانسیا بنوینیست را باید ذکر کرد. ساخت گراماتیکای زبان یغنابی
تدقیق کرده شد. معلوم گردید که این زبان شرق ایرانی بوده، در اساس یکی از لهجه های زبانی سغدی انکشاف یافته است. اکثری فاند لغوی آن به لکسیکه سغدی تعلق دارد. در ناحیه دوردست و مشکل گذری وادی یغناب باقی ماندن این زبان نوی سغدی در تدقیق آثار خط سغدی مددی بی‌بهایی رساند. در بالا ما درباره الفبای سخن راندیم که در پنجکین یافت شده بود. این بازیافت در عین حال دلالت کرد که برای سوادآموزان مشق‌های مخصوص خط وجود داشت. این گونه مشق‌های خط سغدی در مرو نیز یافت شدند. در ارک مرو مروشنکه سفالپاره‌های پوری متن عربی و مشق‌های خط زبان میانه فارسی، پهلوی و سغدی را یافت. از افتکار این باقی مانده دبیرستان یعنی مکتب خطاطان عصر 8 است که در آنجا طلبه ها خط عربی و خط سغدی را می آموختند که هنوز در مناسبت های بین الخلقی آن دوره ها مقام کلان داشت. حجت های قلعه مغ دلالت می نمایند که در سغد خطاطان کسبی بلند اختصاص بودند و اکثر حجت ها با خط نهایت زیبا و خوانا نوشته شده. اکثر وقت در پایان حجت ها چنین تعبیر به نظر می رسد: با سفارش فلانی فلانی نوشت. مثلا نامی اسپنک دیوگان نام خطاط تو به ما رسیده است. یکی از بهترین خطاطان سغد در ابتدای عصر 8 رمتیش نام کسی بود که پدرش وغشفرن نام داشته است و آن نکاح خط زیبا را محض همان رمتیش نوشته بوده است. به طفیل حجت‌های قلعه مغ، مکاتبه رسمی سغدیان، حجت‌های یوریدیکی، مکتوب‌های مقرری، مکاتبه خواجگی و غیره دسترسی ما شده. سیواند زن قید کرده است که در سغد یک نوع ادبیات هست. این تعبیر را دیگر خیل خواندن هم ممکن. یک نوع سالنامه های تاریخی هست یا خود آنها کتاب ها و سالنامه های تاریخی دارند. در حقیقت سغدیان صاحب ادبیات بای دینی و دنیوی بودند. مثلا کتاب های سغدی بودایی با خط اصلی سغدی نوشته شده. از جمله این ادبیات ترجمه سغدی ویسنتارا جاتاکی از همه مهمتر است. در این کتاب در برابر متن سغدی این جاتاکی متنهای آن به زبان پلی، تیبتی و خیتایی نیز هستند و این به یکی از بهترین دانندگان زبان سغدی بنوینیست امکان داد که متن سغدی این اثری بودایی را پرره خوانده براید. متن سغدی 1513 سطر است. فقط چند صحیفه اول و چند سطر آخرش نیست. مضمون جاتاکی چنین است: بعد انتظاری طولانی پادشاه پسری می یابد و نامش را سوداشن می مانند. بعدی بلاغت سوداشن را به دختری زیبای خاندار می کنند و آنها صاحب 2 فرزند می شوند. برای کدام یک گناهی پادشاه شاهزاده را به کوه دوردستی پردهشتی بدرقه می کند که آن مکانی در رندگان و جنهای آدمخور بود. زنش 2 فرزندش را گرفته و بنی و نیستان شوهرش نگاه نکرده همراه وی به سفر می براید. شاهزاده که در همت و سخاوت نام برآورده بود و محض برای همین هم به سرش کلفت بسیار می آمد، تمامی چیز و چاره اش را به دیگران تقسیم کرده می دهد. نهایت آنها به یک بیابانی کسناگذری پربیمی فلاکتبار رفته می رسند. خدای تعالی به آنها رحمش می آید و
قصری پرحلاوتی برای آنها عطا می کند. شاهزاده و زن و فرزندانش کمی در قصر دم می گیرند و شاهزاده باز عزم سفر می کند تا اینکه گفته پدرش را انیق بجا آورد. در آخر آنها به آن کوهی مدهیش آمده می رسند و شاهزاده از شاخ و علف کازه‌ای ساخته در آن مسکون می شود. سخاوتی سوداشان به جایی می رسد که وقتی راهگذری فرزندانی او را طلب می کند، فرزندانش را به وی می بخشد و نهایت خدای تعالی به مردم چه اندازه صدق داشتنی سوداشان را دانستنی شده به پیش وی پیرمردی را می فرستاند و این پیرمرد از سوداشان طلب می کند که زنی زیبایش را به وی بخشد. سوداشان زنش را به پیرمرد می بخشد، ولی پیرمرد می گوید که دیرتر آمده گرفته می برد و خودش غیب می زند. رهگذری که فرزندانی سوداشان را گرفته بود به پایتخت پدری سوداشان رسیده می آید و پادشاه پسرانی سوداشان را خریده می گیرد. آنها عذاب و کلفت پدری خود را به بابایشان حکایت می کنند. بعد التجای زیاد سوداشان به نزد پدری خود بر می گردد و پدرش او را به جای خود به تخت می شناند. پایان جتک خطابه خودی بودا بوده. در آن گفته می شود که شاهزاده سوداشان خودی بودا است و او در یکی از دوره های تناسخ خود در چنین شکل وجود داشت. معلوم که سیکل جتک یکی از مهمترین فصل های ادبیات هندی بودایی می باشد. این چنین اثرهای بودایی نیز بودند که از موضوع علم الهیات بحث می کردند. بیرتلز نوشته بود: گفتن لازم که قیمتی بدیعی متنهای مذکوری سوغدی بلند نیست، ولی این را هم فراموش کردن لازم نی که آنها ترجمه می باشند. از همه مهمش همین که این متنها به ذمه مترجمانی سوخت وظیفه بی نهایت مرکبتر گذاشته بود و در عین حال این متنها به مترجمان مدد می رساندند که زبان خود را تکمیل دهند و به درجه زبانی بای و مکمل ادبیات هندوستانی قدیم به درجه زبان سانسکریت بلند بردارند. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. شما گفتاری 46 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجم قلفخان، کارگردان شیرعلی نفزلی.